بخواب هلیا، دیر است. دود دیدگانت را آزار می دهد. دیگر نگاه هیچ کس بخار پنجره‌ات را پاک نخواهد کرد. دیگر هیچ کس از خیابان خالی کنار خانه تو نخواهد گذشت. چشمان تو چه دارد که به شب بگوید؟ سگها رویای آبری را که از آن سوی باغهای نارنج می‌گذرد پاره می‌کنند. شب از من خالی است هلیا. گلهای سرخ میخک مهمان رومیزی طلایی رنگ اتاق تو هستند، اما گلهای اطلسی شیپورهای کوچک کودکانند. آبر در جستجوی پاره های یک رؤیا ذهن فرسودش را میکابد. قماربازها تا صبح بیدار خواهند نشست و دود دیدگانت را آزار خواهد داد. آنها که تا سپیده صبح بیدار می نشینند ستایشگران بیداری نیستند. رهگذر پاره های تصورش را نمی یابد و به خود می گوید که به هیچ چیز می شود اندیشید و سگها را نفرین می کند. نفرین پیام آور درماندگی است و دشنام برای او برادری است حقیر.